تشکیل یک جبهه متحد و بحران در منطقه بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای علی کریمی، فعال سیاسی که با اسکایپ از کشور بریتانیا همراه ما هستند. آقای کریمی سلام می‌کنم به شما و بسیار خوش آمدید به این برنامه. درود بر شما همکاران عزیز و مردم کردستان و بینندگان عزیز. آقای کریمی، لشکرکشی‌های رژیم ایران به مناطق مرزی کردستان تا چه حد با تهدیدات آمریکا در ارتباطه و آیا این احتمال وجود داره که با افزایش نظامیگری دو کشور آمریکا و ایران این دو کشور با هم درگیر بشن؟ در حقیقت فشارهایی که آمریکا در چند ماه گذشته بر رژیم آخوندی ایران وارد کرده، ایران رو وادار کرده که دست به کارهایی بزنه که به مردم و به دنیا بگه و به خصوص مردم داخل خودش که ما هیچ ابایی از آمریکا نداریم. همون حمله های اردیبهشت ماه و دیروز پریروز به کشتی های نفتکش خلیج فارس، اینا همه در این رابطه هستن که ایران امروز میخواد به هر جوری که شده به خصوص جناح پاسداران و جناح رهبری حکومت به مردم نشون بده که ما هیچ ابایی از جمهوری اسلامی نداریم و ما در مقابلش میستیم. چون حقیقت اینه که امروز اگه اونا برن تحت فشار امریکا به مذاکره تن در بدن یا تسلیم ایران بشن، حقیقت اینه که دیگه رژیم کارش تموم میشه، رژیم دیگه به انتهای خودش میرسه. به همین دلیل به خصوص جناح سپاه پاسداران در ایران به هر کاری دست میزنن، از جمله حمله به مناطق مرزی ترکیه، حمله به مناطق مرزی عراق. و در این رابطه همه میدونیم که کردها یکی از لقمه های خیلی خیلی میتونم بگم که اولیه هستن برای دولت ایران. احزاب و اپوزیسیون خلق‌های ایران تا چه حد برای تغییر در ایران همصدا هستند؟ حقیقت اینه که ما یکی از ضعف‌های بزرگ امروز تمام مردم ایران و به خصوص خود کردها در شرق کردستان اینه که ما اپوزیسیون واحد و اپوزیسیون متحد و اپوزیسیونی با برنامه هنوز نداریم. حقیقت اینه که اپوزیسیون ایران هم در کل سرتاسر ایران اون اپوزیسیونی نیست که امروز بتونه حرف اول و آخر بزنه، حرف اول و آخر رو به مردم بگه، مردم رو به خیابونا بیاره. شاید یکی از کارهایی که فشار دنیا و به خصوص فشار امریکا بر ایران روز به روز بیشتر میشه، منتظر اینن که حرکتی در داخل ایران شروع بشه و مردم ایران خودشون تغییر رژیم رو انجام بدن. اینه که به نظر من متاسفانه امروز اپوزیسیون ایران میتونست در فاز بسیار بسیار بلندتری قرار بگیره و مردم رو بتونه متحد کنه و به برنامه‌های کار آینده از جمله تغییر رژیم آخوندی به دموکراسی و خوشگذرانی مردم، وضع بهتر اقتصادی، به این برنامه‌ها به مردم مژده بده و نوید بده و مردم رو متحد کنه. متاسفانه در سرتاسر اپوزیسیون ایرانی ما امروز اینو بسیار ضعیف می‌بینیم و همچنین در احزاب شرق کردستان هم من در این رابطه بسیار متاسفم که هنوز احزاب شرق کردستان نتونستن خود را برای کل احتمالات بسیار زود در منطقه و بخصوص در ایران خودشونو آماده کنند. شما علت متفرق بودن احزاب و اپوزیسیون رو در چه میدونید آقای کریمی؟ من صراحت بگم بیشتر نامسئولیتی این احزاب است. به خصوص در سطح ایران احزابی درست شدن در خارج از کشور که بسیار محدودن، طرفدار مردمی ندارن و چند تا نخبگان و روشنبیران در کشورهای اروپایی درست شدن. جدا از اینکه هستن چند حزبی که سابقه قدیمی دارن، ولی اونا اون پوپولاریته قدیمی رو از دست دادن و نتونستن خودشون رو آپدیت کنن، نتونستن خودشون رو بروز کنن. این در رابطه با احزاب ایرانی و در رابطه با احزاب کردم باید بگم که احزاب شرق کردستان
هنوز احساس این مسئولیت بزرگ رو بر شونه‌های خودشون احساس نکردن و در این میزان و تصور نیستن. به خصوص از این حرفایی که چند روز گذشته من از سران این احزاب شنیدم، اونا فکر نکنم در این باور باشن که واقعا خطر در پشت گوش سران جمهوری اسلامی است و ما شاهد تغییرات و دگرگونی‌های بزرگی خواهیم شد. اونا خودشون برای این آماده نکردن و به این باور ندارن. و سوال آخر من اینه که دولت ترکیه مدت زیادی که به تجاوزات خودش علیه مناطق خاکورک و برادوست ادامه میده، آیا ایران در تهاجمات ترکیه نقش داره؟ من فکر نکنم مستقیم دست داشته باشه، چون خودتون میدونید که وضع سیاسی، وضع نظامی، وضع اقتصادی ایران در مرحله ای نیست، در شرایطی نیست که بتونه مثل قدیما این کارها را بکنه. فکر کنم ترکیه خودش این سیاست رو از قبل داشته. ترکیه به هیچ وجه چش اینو نداره که تغییرات رو در کردستان ببینه. ترکیه میدونه که هر تغییری که در ایران به وجود بیاد فرصت بسیار خوبی خواهد شد برای کردهای شرق کردستان. به همین دلیل ترکیه با انواع فشارهاش و با کمک از بعضی از گروه‌های داخل جنوب کردستان و اقلیم کردستان این نیازهای خودش رو بر علیه حزب کارگران کردستان هرگز متوقف نکرده و به آن دنبال داده. ولی اینکه آیا ایران امروز در این شرایط هست که به ترکیه کمک کنه، من برعکس فکر میکنم. فکر نکنم که ایران بتونه در این شرایط کمک‌های نظامی یا اقتصادی بتونه به ترکیه بکنه برای سرکوب کردهای جنوب کردستان یا اقلیم کردستان یا شمال کردستان که حزب کارگران کردستان در آنجا قدرت رو داره. به نظر من که حکومت ایران امروز قبل از هر چیز، مهمتر از هر چیز، در فکر اونه که اقتصاد شکسته خود را به هر جوری که میتونه با تمام محاصراتی که امریکا بر آن فرض کرده بتونه به یه جایی برسونه که من اونو مشکل میدونم و فکر میکنم امریکا تمام کوشش خود را بر این میگذاره که ایران را از لحاظ اقتصادی به زانو در بیاره و بعد از آن که ایران رو به زانو در آورد بتونه با آن مذاکره بکنه. و فکر کنم در این اولویت اختلافات بین ایران و امریکا و همه منطقه است و ترکیه را باید فراموش نکنیم که اونم در شرایط بسیار بدی است امروز و اونا در خطر بیرون کردن از ناتو هستند. خودتون میدونید که آقای اردوغان با تمام غرور و کبریای خودش با ژنرال هایش صحبت کرده و اونا آنچنان که صحبت میکنن راده‌ای بی منت هستن از ناتو و فکر کنم که به زودی مشکل ایران به یک طرف برگردد. به زودی ترکیه در خطر بیرون افتادن از ناتو میفته. ولی قبل از هر چیز فکر کنم باید نگاه کنیم به وضع اقتصادی و نظامی ایران که به کجا میرسه و من فکر کنم که یک جناح بزرگ به رهبر جمهوری اسلامی در فکر اینه که کشمکش‌ها را در بین امریکا و ایران بالا ببرن و اونا فکر میکنن مثل دهه‌های قبلی و سده گذشته که جنگ میتونه اونا را از خطر فروپاشی در داخل نجات بده. به همین دلیل جناح سپاه پاسداران که امروز در ایران حرف اول و آخرم میزنه در فکر این هستن که تنش‌ها را بین ایران و امریکا بالا ببرن و در این به وسیله این تنش‌ها و این اغتشاشات و این بحران سیاسی و اقتصادی در ایران بتونن به حیات بد خودشون ادامه بدن. آقای کریمی تشکر، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار ممنون. خیلی ممنون از شما.